خب پارسا جان، حرکت هوک رو به من توضیح میدی چجوری انجام میشه؟ درسته؟ حرکت هوک تو انگلیسی یعنی قلاب. حالا چجوری باید بریم؟ بعد دستتو تا جایی که بتونی بچرخونی و با تیغه اینجا. سلام، تو این ویدیو میخواستم درباره مچ‌اندازی صحبت کنم. یک سری نکاتی که اگر انجامش بدین 100% میبرین و یک سری نکاتی که اگر انجامش ندین 100% میبازین. پس تا آخر این ویدیو حتما با من همراه باش، چون که میخوام درباره مچ‌اندازی بهتون چیزی بگم و همینطور یک سری مثال‌هایی ازش بزنم. حریف منم میبینید. خوش اومدید. حالا چه حرکتایی میشه زد؟ 3 تا حرکت اصلی هست. الان 3 تا حرکت چیه؟ الان بهت میگم. چه خبر داداش کنی؟ 3 تا حرکت اول هوک، یعنی دستتو به صورت قلاب بکنی. قلاب یعنی نه این فلان. ببین اینجوری باید به طرف خودتون بکشین. نکنین وقتی میگم هوک شاید یکی بیاد اینجوری کنه، یکی بیاد اینجوری کنه، یکی بیاد اینجوری فلان. در اصل هوک یعنی این که شما دست حریفو بگیری اینجوری بکشی، نکنین تا جایی که میشه بعد مچتو بتابونی و با این تیغه اینجا مچ حریفت رو بزنی، نه با دست، نه با این تیکه کف دست، با این تیغه یا با مچش. حرکت دوم به نام تاپ یعنی این که شما دست حریفت که مثلا الان مثلا دارم مچ میندازم، خب اینجا دستم گذاشتم، این بهش میگن تاپ. اینجوری بکش به طرف خودت، نکنین اینجوری نکنی این یعنی که اینجوری کنی یا اینجوری کنی. اینو که الان من دارم مچ میندازم، اینو اینجوری میچرخونی میاری بالا اینجوری. یه حرکت تاپ. یه حرکت دیگه هم هست اسمش پرس یا اینجوری کردنه. حالا بعضی هم میگن نه تو مچت میشکنه فلان. ببین بچه‌ها، توی مچ اندازی چیزی که میگم هیچ وقت یادتون نره، این که طرف میگه مچتو خم نکن، مچتو بشکن فلان اینا، یعنی هیچی از مچ اندازی نمیدونه. هر کی همچه حرفی زد بگی نخیر، همه مچ اندازها مچشون در حال چرخشه توی مسابقه. گفتم هوک، تاپ و همینطور پرس. حالا پرس یکم خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه نگاه اینجاتون پاره بشه. نگاه کنین من وقتی که اینجوری بذارین چطوری بهتون بگم، اینجا دقیقاً همینجا یک سری عضلاتی هستش که برای پرسه. وقتی شما هوک میکنی این کل این عضله است، ببینید اینجا این کل عضله درگیر میشه. وقتی تاپ میکنی اینجا از درگیر میشه و همینطور اینجا ببین اینجا که صفر میشه. ولی شما وقتی پرس میکنی هیچ کدوم عضله درگیر نیست، فقط دو تا عضله مثل رگ فقط اون درگیره. حالا چرا برای بعضی آسون تره، برای بعضی هوک آسونه، برای بعضی تاپ، برای بعضی پرس. ولی اگر میخواین مچ اندازی یاد بگیرین و توی خونه امکاناتشو خیلی ندارین، فقط چند تا دمبل و اینا دارین، بهتره که هوک تمرین کنین، چون تاپ نمیشه مگر اینکه کمربند ببندین به دمبل و اینجوری بکشینش بالا که احتمال اینکه سگک کمربند در رو بخور تو چشتون کور بشین زیاده. هوک هم که آسونه، این میشه تمرینش که تو چنل هم هست، تمریناشو میتونید ببینی. چه کار دیگه ای نباید انجام بدی. شما نباید دستت اینجوری باشه، بعد دستت صاف باشه، یعنی سرپنجه بالاترین حالت ممکن. اینجوری بعد مچ بگیری، اینجوری نه. و همینطور نباید دستت صاف باشه، این کل این مچ دست نباید صاف بمونه، بعد اینجوری تکون بخوره، چون که برای خودت خیلی راحت تره. میتونی اصلا تو مچ اندازی با مچ حریفت بازی کنی، یه بار اینجوری کنی، یه بار اینجوری کنی، هر کدوم آسون تر بود بزنی. هر کی هم میگه این کار اشتباهه بدون که اصلا اشتباهی نیست، کار بسیار درستی. و اینکه حالا چه ورزش هایی هست برای اینکه بتونی مچت رو ساعدت رو تقویت کنی برای حرکت های هوک، تاپ و همینطور پرس. توی چنل من هست، میتونی بری ببینی. اولین ویدیوم که آموزش مچ اندازیه هست، میتونید بری ببینیشونو کامل و همینطور بری ورزشاش هم نگاه کنی. اینجوری به طرف خودت بکشی، اینجوری بزن، یعنی اینجوری. متوجه شدم. حالا حرکت تاپ رو هم به بچه‌ها توضیح میدی؟ حرکت تاپ اینجوریه که شما بعد اینجوری کنین. یعنی چی؟ یعنی که شما دستت اینجوریه،
دیگه بعد بکشی طرف خودت مچت کم که دست طرف بتابونی. باز بشه. آره از اصطلاح. طرف باز کنی و من که همینطور الان چسبیدم، شما که تاپ میکنی بکن، دست باز میشه و راحت زده میشه. راحت تر میتونم بزنم. من الان امتحان میکنم. یه متشکرم. حرکت دیگه هم هست به نام پرس آها. که با پشت بازوه آها. که اینجوری باید برید پشت دست حریف و اینجوری بکنین آها. ماچ حریف رو بزنید. یعنی مچ برعکس میشکنه، اینجوری با با پشت پشت بازو بازو انجام میشه. می‌زنید. بله. خیلی مرسی که ممنونم. تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. حتما لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. گود زارت. خیلی ممنون از اینکه ویدیوی من رو نگاه کردی. امیدوارم این ویدیو رو تاثیر گذاشته باشه و بتونی مچ حریفت رو راحت تر شکست بدی.